کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان درباره یک عملیات نجات عجیب خبر داد. بنا به اطلاع این نیار شام 8 میلیون سال 2023 ساعت 28 دقیقه به وقت محلی به قسم نوبرداری فوری این کمیته زنگ زده خبر دادند که در نزدیکی تویخانه یکسرای در یک جزیره در بین دریای دوشنبه یک مرد درد مانده است. گروه نجات بخشان از واحد زودعمل ریاست ولایت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه به جای حادثه رفته معاینه کردند که یک ساکن 63 ساله شهر کولاب در حالت مستی به ماهیگیری مشغول شده است ولی ناگهان به آب افتیده است. جریان تند آب او را برده به همین جزیره واقع در بین دریا هوا داده است و ماهیگیر به اقبال در این جزیره‌چه در مانده مستقلانه خود را از دریا بیرون برآورده نتوانست. نجات بخشان با استفاده از ارغمچین بی‌خطری خود را به جزیره‌چه تا پیش این مرد رسانیده به بدن او ژیلت نجات پوشاندند و سپس بدنش را با ارغمچین بسته تا رسیدن به ساحل دریا همراهیش کردند. این مرد بعد از آب برآمدنش از کمک طبی دست کشیده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در پی این حادثه از ساکنان خواستند که در لب آب تمام قاعده‌های بی‌خطری را رعایت کنند و در جای‌های ممنوع ماهیگیری نکنند.